بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Beacon of Hope for Afghan Children's Society presents its 8th annual benefit dinner on April 25th, 2014 at 6 p.m. at Bollywood Banquet Hall, Suite 201, 8166 128th Street in Surrey, BC. Tickets are $25 only and dinner is included. For more information, call us at 604-996-3364, 604-340-9007, or email us at info@beaconofhopesociety.org. Check the website at www.beaconofhopesociety.org. بهترین و شیرین ترین لحظات زندگیتان را با کاروان استودیو به یادماندنی سازید. کاروان استودیو با کادر مجرب آماده فیلمبرداری و عکاسی از مراسم عروسی، روز تولد و محافل با بکارگیری بهترین و پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات فیلمبرداری و عکاسی همراه با شرایط مناسب و نرخ مطلوب می باشد. فیلمبرداری و عکاسی از مجالس خانم‌ها توسط فیلمبردار و عکاس خانم. ساخت متفاوت ترین کلیپ‌های استودیویی یا فضای سبز با کیفیت فول HD. تهیه زیباترین آلبوم‌های ایتالیایی یا فوتوبوک. تهیه و ترتیب انواع اعلانات و تبلیغات تجاری. آماده سازی و تحویل ویدیوهای شما به صورت DVD یا بلوری. جهت دریافت معلومات بیشتر با حبیبزاده در کاروان استودیو به شماره تلفن 604 710 66 62 در تماس شوید. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما دوستان و همراهان صمیمی کاروان. اوقات همگی شما به خیر و شادی و سلامتی. یک روز بهاری دیگه خود را با لطف و باران رحمت خداوند آغاز میکنیم و امیدوار هستیم که لطف الهی در همه حال شامل حال همه ما باشه. با امید به که خداوند بهترین ها را برای من مقدر کنه، برنامه ای را که برای امروز تهیه دیدیم به تک تک شما خوبان تقدیم میکنیم.
یک چند هفته ای از سال 1393 می گذرد. به مناسبت تجلیل از نوروز و سال نو در گوشه و کنار دنیا برنامه ها و پروگرام هایی به صورت های مختلف برنامه ریزی و به پا شده بود. برنامه‌ای از قبیل نمایش ها، نمایشگاه ها، مهمانی ها، محافل کوچک و بزرگ و حتی کنسرت ها. در شهر ونکوور ما هم رد روز اینترتینمنت یک کنسرت زیبا و همیشه به یاد ماندنی را تدارک دیده بود که به تاریخ شنبه 15 مارس 2014 برپا گردید. هنرمند جوان و موفق و خوش صدای ما، بانوی آواز افغانستان آریانا سعید در آن شب ستاره شهر ما شده بود. دوستانی که از نزدیک این کنسرت را مشاهده کردند به محال می توانند آن شب پرخاطره و هیجانی را فراموش کنند. به گفته خود آریانا جان، شب کنسرتش در شهر ما یکی از بهترین و شادترین کنسرت هایش در طول فعالیت هنریش بوده است. ما هم در آن شب به جمع دوستان و عزیزان پیوستیم و کامره خود را قبل از شروع و بعد از اختتام کنسرت به میان مهمانان بردیم و با چند تن از آنان صحبت‌هایی را داشتیم که تمامی این عزیزان با شور و اشتیاق فراوان احساساتشان را با ما شریک ساختند. با هم می‌بینیم و می‌شنویم. نسیمه جان سلام علیک، خوب است؟ سلام فاطمه جان، چطور هستین؟ سلامتان خوب؟ تشکر، زنده باشید. سال نو شما مبارک باشه. سال نو شما مبارک. زنده باشید. تشکر. خوش آمدید به کنسرت آریانا جان. تشکر. It's a very excited night. یک شب بسیار خوب و فراموش نشدنی برای کل ما است. من خودم شخصا فن آریانا جان هستم و آریانا جان خواننده قلبای مردم افغانستان است. حالا بودیم به کنسرت های آریانا؟ نه خیر نبودیم، اما چندین بار خواستیم که آریانا جان به محفل ما بیاید. متاسفانه به شش می آمد، اما چون کانترکت داشت با رد روز تا 3 ماه اجازه نداشت که بیاید. به شش گرند نواسیم. چی احساسی دارین حالی آمدید به کنسرت؟ بسیار خوشحال هستم. مخصوصا آریانا جان نه تنها یک هنرمند است بلکه یک ادوکیت خوب برای خانم‌های افغانستان است و همیشه از حقوق زن دفاع کرده. از این خاطر بسیار ادمایر میکنیم حضور آریانا جان امشب. تشکر. ان شاءالله که شب خوب و خوشی داشته باشیم همراه شما. تشکر. شیما جان سلام علیک، خوب هستید؟ شما خوب سلامت هستین؟ تشکر. سال نو مبارک باشه. بر شما تبریک ان شاء الله، برای همه دوستا و برای همه وطنان ما. ان شاء الله. خوش آمدید به کنسرت آریانا جان. لطف کردین، زنده باشین. چی احساسی داری شیما جان؟ خیلی آریانا جان از نزدیک می‌بینیم. احساس خوب، چون یک لقب بسیار خوب برش داده شد برای ستاره آواز. در ضمن چون یک خواندن بسیار مقبول به خاطر خانم‌ها کرده، به خاطر یک خواندنشون است که به خاطر زنا خواندن کرده. دیگه من نمیتونم موری با خانم بسیار مقبول خوانده و البته برای آزادی افغانستان، برای آزادی زناست. مزیل از بیشتر دوستش دارم. ان شاء الله که شب خوب و خوشی باشه برای همگی. تشکر. انجوی کنید. لذت ببرید. شما هم تشکر. سعدیه جان سلام عرض می‌کنیم خدمت شما. خوب هستین؟ شما خوب هستین، لطف کردین. ممنون. تشکر. زنده باشین. سال نو برای شما مبارک باد میگیم. پیشا پیش سال خوب و خوشی ان شاء الله داشته باشین. لطف کردین. به شما همچنان سعادت و خوشبختی سال خوش براتون می‌خوایم. زنده باشین. ما هم همچنین برای شما می‌خواستیم که نظر شما رو، احساس شما راجع به آمدن به کنسرت آریانا جان بفهمیم که چی احساسی دارید؟ والا احساس خوشی خود دارم، چون که سال نو است، آغاز سال نو است. با افغانای خود سال نو یک جا آغاز میکنیم. با آریانا جان علاقمند آوازش هستم. امروز با خواهرای ما که از اروپا آمدن با اونا آمدیم. احساس من واقعا بسیار احساس خوشی دارم، چون همشیرای ممرایم هستن و در این کنسرت آمدیم. فوق‌العاده برام خوشخواد گذشت. تشکر. چه قسم شما توصیف میکنین آریانا جان؟ چه قسم هنرمند آریانا جان میبینین؟ البته آریانا جان در مدت بسیار کوتاه توانستن که خود به افغانا بشناسانن. آواز بسیار گیرا دارن و من علاقمند آوازش هستم. هنرمند بسیار خوب است و خانم است که قابل احترام است. آواز بسیار مقبول زنانه داره. انشالله که شب خوب و خوشی باشه برای آریانا جان و برای ما ها. لطف کردین. به شما همچنان. تشکر از وقت شما. لطف کردین. ممنون.
به پر دردت نبردم زیاد، خواهر خوبم دختر افغانی، اشک چشمانم مبادا زیاد. به خدا این عشق گذران نیست، غم و دلتنگی حق تو نیست. اینو میدانم روزی میرسن همه دنیا دستت میبوسن، که خدای ما از حق گذران نیست، گذران نیست. دستت میبوسن، که خدای ما از حق گذران نیست، 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 گذران نیست. اولتر از همه سال نو، بهار نو از صمیم قلب بر شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. امید است که در قانون گرم خانوادگی سال نو، بهار نو و خوشی و محبت آغاز کنید و جا داره که سپاسگزاری کنم از رد روز انترتینمنت که همیشه کوشیده، همیشه تلاش کرده تا برای افغانای ما که در شهر زیبای ونکوور زندگی میکنن کنسرت‌های مقبول و کنسرت‌هایی که شما اعضای ما دوست دارید برگزار کنن. پس با افتخار روز انترتینمنت یک کف محکم بزنید. جوانان عزیز، خانم ها، آقایان، سلام به همه‌تان. من میفهمم که بسیار انتظار کشیدین، نمیخوام وقتتان بگیرم. اینا لطف کردن که باید برنامه را با یک پیام تبریکی آغاز کنیم. امروز 15 مارچ است. 15 مارچ در حد فاصل قرار دارد و دو رویداد بسیار کلان بر ما شما، یعنی 8 مارچ روز همبستگی بین المللی زنان و 20 مارچ امسال که روز نوروز و سال نو ما شما می باشد. به ارتباط روز زن، ما و نمایندگی از نسلی که خودم هستم، هر جایی که قرار میگیرم یک کم عرق و شرم و پیشانی میآید که نسل ما نتونسته برای تحقق حقوق زن کاری بکنه. آرزو میکنم که نسل آریانا سعید بتونه و نسل جوان ما بتونه که حقوق زن به اون جایگاهش به دست بیاره و همچنان بهار نو به همین امیدواری که نسل آریانا سعید ها یک زندگی نو و خوش برای افغانستان بسازن آرزو میکنم و امید میکنم که همونطور یک سال نو باشد. و همین خاطر از طرف خود و از جانب اتحادیه افغان‌ها بهار نو و سال نو براتون تبریک میگم. پیش از مسئولین محترم خواهش میکنم که با فرمایش تشکر است. خب حالا نوبت میرسه به خود آریانا جان.
ما آهنگ‌های آریانا جان ره که همگی به صورت لایو اجرا شده بود ره ثبت کردیم و تا جایی که برنامه امروز ما جا داره ره برای شما پخش میکنیم. بقیه آهنگ‌ها را میگذاریم برای بعداً که در برنامه‌های آینده به خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. بریم ببینیم تا حال هوای شب کنسرت و خاطره ها را تجدید کنیم. Vancouver, assalamu alaikum. Oh my god, I love you guys. نام خدا چه انرژی، نام خدا. سلام برسه تمام شما عزیزان، تمام دوستان که تشریف آوردین، قربان قدماتون سلامت باشین. تو خوش هستم که همگی دارم از نزدیک میبینم. در بالا فکر میکنم نفر از من نمیبینم است. دیگه خوشحال هستم که آمدتون هستم. امیدوار هستم که امشب یک شب خوب و پرخاطره برای همگی ما شما باشم. من البته یک بار دیگه به ونکوور آمده بودم تقریبا 4 سال پیش، نمی‌کنم به اون کنسرت کسی بود یا نه. البته تنها من نمیدونم کنسرت امرای حبیب جان قادری بود. لطفاً با افتخارشون یک کف محکم بزنید جایشان خالی. دیگه 4 سال بعد آمدیم، بازم بسیار خوشحال هستم. زیاد گپ نمیزنم، یکم گپا رو نگاه میکنم برای پسانتر.
همشون اینجا خواهد در کنسرت ایکس که به قبول بود. لطفاً وقت خواهد کنم. آهنگ براتون میخوانم، آهنگ شنیدنی بسیار شدید است، دوست داشتم. Thank you.
بازخوانی کردم دوباره خواندنش. فکر میکنم مادرای عزیز امروز یا هم زیادتر آشنایی دارن، البته جوانان بسیار دوستش دارن، متوجه هستم. آهنگ براتون میخوانم، مطمئن هستم که همگیتون یاد دارین، لطفاً هم بخوانید. صحیح؟
Vancouver. Are you guys having a good time? وقتی که شما خوش باشید ما هم خوش هستیم. خب دختر خانم‌ها و خانم‌های افغان بسیار دوستش دارن. اکثر برام مسیج میکنن در فیسبوک. چی میگن؟ میگه خانه که میشنم خوب گریان میکنم گفته دلم میکشم. آهنگ براتون میخوانم اگر یاد داشتید لطفاً هم را بخونید. پلیز.
بیاریم قیام بخونیم. یک آهنگ مست میخوانم با امید از اینکه بچه‌ها و دخترها همگیشون برقصن یک جای. چطور؟ Are you guys ready for it? خیر از اینجا ما باید یک طرف میتونیم برای بچه‌ها کنیم یک طرف بخونم. صحیح؟
علیکم، خوب هستین؟ فاطمه جان قند خوب هستین؟ مانده نباشین. تشکر، زنده باشین. شما مانده نباشین. سال نو شما پیش مبارک باشه. به شما همچنان تشکر، زنده باشین. چه قسم بود کنسرت آریانا جان؟ فوق‌العاده عالی، بسیار زیاد لذت بردیم. یک هنرمند بسیار زیاد پر استعداد و زیبای ماستن، افتخار ماستن. یک شو بسیار خوش بود. خیلی خوب بود. یا به شما خوش گذشت؟ خیلی عالی بود. بله، عالی. خواهش میکنم. چه قسم شما توصیف میکنین آریانا جانه؟ آریانا جان یک خانم جوان که بسیار زیاد پر استعداد است، نماینده خانم‌های جوان هستند از افغانا. امی که به او صدای بسیار عالی داره، لایو واقعا خواندن میتونه. یک خانم است که بسیار زحمت میکشه و بسیار سرش افتخار میکنم. انشالله. تشکر، باعث افتخار همگی ما. تشکر از شما، وقت گذاشتید. خواهش میکنم. تشکر از شما. خداحافظ. دوستای عزیز، در جمع بعضی از مهمانا و عزیزای ما هستیم که از شهر سیاتل تشریف آوردن به شهر ونکوور ما و به کنسرت آریانا جان همراه ما اشتراک کردن. بریم ببینیم نظرنا راجع به کنسرت. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ سلام، خوب تشکر. شما خوب هستین؟ تشکر. سال نو مبارک باشه. سال نو شما مبارک. ان شاء الله نایید سراج. سلام علیکم. سلام. خوب هستین؟ سال نو مبارک باشه. نام شریف شما؟ مجدود سراج. بله. سلام، درخشان هستم. تشکر. به شهر ونکوور ما. زنده باشین. ممنون. شما؟ نام اثر است. از سیاتل. خیلی خوش آمدید. مریم جان، خیلی خوش آمدید. رایان هستم. سیاتل آمدیم و بسیار یک وقت ما بسیار خوش سر شد. بله، بسیار خوب بود و هنرمند با استعداد، بسیار انجوی کردیم. بله. نام شما؟ سمیر هستم از سیاتل. بسیار خوبش بود. تشکر. بله، تشکر. بله. بله، تشکر. خدا راستی کنسرت بسیار عالی بود. Very organized. عالی، فوق‌العاده، ترتیب، موزیک، همه بی‌حد عالی. فوق‌العاده لذت بردیم. اگه من خواسته باشم از شما پرسم که آریانا جان تا یک جمله توصیف کنین، چی میگین راجع به آریانا جان؟ Amazing. راستی همه چیزش فوق‌العاده بود. فوق‌العاده، یک شومنشپ بسیار خوب داشت. فوق‌العاده. عالی. چیز عالی همه. یک دختر بسیار با استعداد و یک نماینده بسیار خوب برای دخترای افغان میتونه باشه. بله. تشکر از شماها. یک بار دیگه آمدن شما رو به ونکوور خوش آمد میگیم. زنده باشید. تشکر، وقت گذاشتید. خواهش میکنم. تشکر از شما. در پایان کنسرت دوستانی که تکت VIP را داشتند می توانستند همراه هنرمند محبوبشان عکس‌های یادگاری بگیرند. برای همه یک صف طولانی تشکیل شده بود و علاقه‌مندان و مهمانان تا نصفه‌های شب منتظر رسیدن نوبتشان بودند. در ختم کنسرت مصاحبه‌ای داشتیم با آریانا جان در مورد خودش و اجرای کنسرتش که به دلیل طولانی بودن صحبت‌ها و کمبود وقت برنامه این مصاحبه را به 2 قسمت تقسیم کردیم که قسمت اول را امروز و قسمت دوم را در برنامه‌های آتی خدمتتان پیشکش می‌کنیم. حرف‌ها را مختصر کنیم، بریم برنامه را با هم ببینیم. دوستای عزیز، همون قسمی که میبینین مهمانای ما، دوستای ما که به کنسرت آریانا جان تشریف آوردن به لاین اپ استاد شدن برای عکس گرفتن با آریانا سعید. باید تا صف بستن تا نوبت اونا بشه که بتونن همراه آریانا جان در این شب خوش و پرخاطره که همراه آریانا جان داشتن یک عکس یادگاری داشته باشن. دوستای عزیز، قسمی که مطلع بودین کنسرت بزرگ آریانا جان سعید در شهر ونکوور ما امشب برپا شد. ما هم توفیق ایر داشتیم و آریانا جان از نزدیک دیدیم، در کنار اینا بودیم و اوقات خوب و خوشی را همراه اینا، همراه با کنسرت و آهنگای شاد اینا داشتیم. حالی هم موقعیت برای ما پیش آمد، آریانا جان رو گیر کرده زحمت دادیم اونا رو، وقت اینا رو گرفتیم که کمک راجع به کنسرت خوب برای با شما توضیحات بدن. آریانا جان سلام عرض میکنیم، خوب هستین؟ سلام خدمت شما. تشکر، خوب هستم. یک کلان که خسته و مانده چون بعد از کنسرت هست، ولی تشکر، من خوب هستم. سلام بر تمام عزیزایی که این لحظه ما را میبینن. دیگه از خاطر کنسرت باید بگویم که واقعا یکی از کنسرت های بسیار
پرهیجانی و با انرژی و بسیار خوب بود. واقعا در ونکوور یک تجربه بسیار عالی. مردم ونکوور واقعا افغانای عزیزم که در اینجا هستن واقعا بسیار گرم و بسیار میمون نواز و واقعا تشویق زیاد کردن، انرژی دادن. تشکر میکنم از همگیشون. خواهش میکنیم، ما هم تشکر میکنیم از شما و برای شما خوش آمد میگیم که به شهر ما تشریف آورده. سلامت باشین. این بار دوم شما بود که به شهر بار دوم بود دقیقاً. بار اول ما تقریبا 4 سال پیش امرای حبیب جان قادری یک کنسرت داشتیم یک جای. بله. البته شروع کارم بود وقت دیگه 4 سال بعد دوباره آمدم. واقعا بسیار خوش گذشت. ما خدا یه دفعه کنسرت بیکگی دادین؟ بله بله. خیلی خوب. بیشتر می‌خواستیم آریانا جان از خود شما با خبر بشیم. چند وقت میشه که به صورت پروفشنال بر عرصه موسیقی شما فعالیت میکنین؟ 5 سال شده که ما در عرصه موسیقی یعنی فعالیت دارم. البته 2 سالش قدر جدی نبوده. 2 سال اولش زیاد جدی نبود ولی 3 سال آخرش جدی تر بودیم و زیادتر وقت گذاشتیم برای موسیقی و برای کار هنریم. اوکی، صحیح. بله. خود شما از کدوم شهر هستین؟ به کدام شهر زندگی میکنین؟ من در لندن زندگی میکنم، در انگلند با خانواده یک جای. اوکی، صحیح. و بعد نام خدا میچرخین همه جا میرین؟ همه جا میرم. واقعا من بیشتر بر دوستا قسم میکردم. سال گذشته قدر سفر زیاد داشت. سال پیشش هم یعنی در 1 سال تقریبا 27-28 کنسرت داشتم و در طول 1 سال. بله. یک روز تو حساب کردم، باور کنین که شاید از 3 هفته زیادتر ما خانه نبودیم. اما گیش در سفر گذاشته بود دیگه. ولی خوب است، شکر است. همیشه در هر جایی که رفتیم واقعا افغانای عزیز محبت فراوان برام دادن. در استرالیا بوده، امریکا، کانادا، اروپا، هر جایی که بوده واقعا خاطری بسیار خوش دارم از هر جایی که رفتیم. صحیح. کنسرت هایی که به افغانستان دادیم چه قسم بود؟ یعنی چیزی که خود ما میفهمیم به افغانستان، کشوری که بعد از 35 سال جنگ تازه کمک حال آزادی پیدا کردن بعد از وجود طالبا که طالبا رفتن، حالی که مردم تونستن یک نفس تازه بکشن، یک جان تازه دوباره بگیرن. چه قسم میدید این کنسرت های خودخور به افغانستان، استقبال مردم، خصوصا کنسرت معروف شما به شهر بامیان؟ بله، اون کنسرت واقعا این کنسرت تاریخی است. معمولا کنسرت هایی که در افغانستان گرفته میشه واقعا کنسرت های یعنی میفهمین مردم تشنه موسیقی هستن، تشنه ازی هستن که هنرمندا رو ببینن. افسوس که یعنی تا به حال کنسرت های نشده که برای پابلیک در بیرون گرفته شده و همیشه کنسرت هایی که دادیم بغیر از بامیان، کنسرت های دیگه که دادیم بسیار برای تعداد محدود بودن. مثلا مردم های سپیشل یا خاصی که طرف تلویزیون مثلا دعوت میشن. تو برای پابلیک متاسفانه از خاطر سکیوریتی اینا کنسرت گرفته نمیشه. ولی چند کنسرت که دادیم برای تلویزیون ها واقعا کنسرت های بسیار خوشایند بوده. کنسرت بامیان یکی از تاریخی ترین کنسرت ها در زندگی من خود بود. واقعا خیلی جالب بود، بسیار جالب بود. در مقابل بودا استاد شدن در جایی که طالبان مثلا میخواستن چند سال پیش از بین بردن بودا را امرای بم اینا. یعنی شما تصور کردن میتونید که در مقابل از استاد شدن در اونجا کنسرت دادن موسیقی واقعا بسیار جالب بود و مردم بسیار گرم، بسیار میهمان نواز بودن. دیگه کنسرت های بسیار خوب در افغانستان داشتیم. یک کنسرت دیگه مثلا برای خانم‌ها داشتم به نام پیس کنسرت، یک کنسرت صلح و واقعا جالب بود. در افغانستان کنسرت ها بسیار خوب است چون مردم تشنه موسیقی هستن و بسیار تشویق میکنن. خیلی خوب. میشه بگیم برای ما که انگیزه شما چی بود که به هنر موسیقی پای گذاشتین؟ چرا هنر موسیقی رو انتخاب کردین؟ بهتر از بگویم امو محبت و امو عشقی که بر موسیقی داشتم همیشه از طفولیت. همیشه خوش داشتم با خانم پرفورم بکنم. به حساب من انترتینر فامیلی خود بودم از طفولیت. نه بخدا دیگه امو محبتی که در مقابل موسیقی داشتم واقعا وقت زمانی که خرد بودن طبعا فامیلم میگفتن که نه هنوز چی که یعنی اصلا کلا اجازه نداری که بخوای آواز خوان شوی. در وقتا به یادم است. ولی به مرور زمان وقتی کلانتر شدم یعنی از سنم از 20 بالاتر شد و واقعا اعتماد فامیل زیادتر شد. یعنی بالاخره باور کردن که من میتونم، یعنی از اودی همچی کار میتونم برایم. بالاخره اجازه دادن و همیشه حال حمایت میکنن، سپورت میکنن. دیگه شروع از می شد که به خاطر بسیار خوش داشتم از طفولیت. بله.
یک روز بعد از کنسرت آریانا جان، کاروان استودیو حبیب جان حبیبزاده یک هایلایت از کنسرت را تهیه کردند و در یوتیوب پست کردند که تا حال در ظرف 2 هفته حدود 4000 بیننده داشته است که این خود نمایانگر علاقمندی مردم به آریانا جان می باشد. خیلی خوب دوستان، وقت باز هم به پایان رسید. مجبور از خدمت شما خداحافظی کنیم. ادامه برنامه کنسرت آریانا جان را در هفته‌های آینده تماشاگر باشین. قبل از خداحافظی باید به اطلاع برسانیم که به تاریخ 22 مارس هم اتحادیه افغان‌های بریتیش کلمبیا و جوانان گروه موج برنامه ای را به منظور تجلیل از نوروز و سال نو به راه انداخته بودند که انشاءالله در هفته بعد پخش خواهیم کرد. همچنین به تاریخ 9 مارس در محفل انجمن زنان افغان کانادایی برای تغییر که به مناسبت بزرگداشت از روز جهانی زن گرفته شده بود و همچنین به تاریخ 22 مارس در محفل جشن نوروزی اتحادیه افغان‌های بریتیش کلمبیا و جوانان گروه موج 2 قرعه کشی از طرف شخص خود من از کمپانی دجاردن که اسپانسر بخشی از برنامه بودم برگزار شد. در محفل اول 2 برنده داشتیم که نفر اول خانم شهناز احمدزی و نفر دوم دوشیزه گوهر ناظم بودند. در محفل دوم نیز دوباره 2 برنده داشتیم که نفر اول آقای شفیق احمد و نفر دوم آقای علیم بودند. امید که تحفه‌های ناچیز ما را پذیرا باشند. با احترام و تشکر از این عزیزان و همگی شما خوبان. تا هفته دیگه و برنامه دیگه و دیدار دیگه، خدا نگهدار. التماس دعا. بهترین و شیرین ترین لحظات زندگی تان را با کاروان استودیو به یاد ماندنی سازید. کاروان استودیو با کادر مجرب آماده فیلم برداری و عکاسی از مراسم عروسی، روز تولد و محافل با بکارگیری بهترین و پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات فیلم برداری و عکاسی همراه با شرایط مناسب و نرخ مطلوب می باشد. فیلمبرداری و عکاسی از مجالس خانم‌ها توسط فیلمبردار و عکاس خانم. ساخت متفاوت ترین کلیپ‌های استودیویی یا فضای سبز با کیفیت فول HD. تهیه زیباترین آلبوم‌های ایتالیایی یا فوتوبوک. تهیه و ترتیب انواع اعلانات و تبلیغات تجاری. آماده سازی و تحویل ویدیوهای شما به صورت DVD یا بلوری. جهت دریافت معلومات بیشتر با حبیبزاده در کاروان استودیو به شماره تلفن 604 710 66 62 در تماس شوید.